خب سلام بچه عزیز، به آرتین گیمز خوش اومدیم و امروز اومدم که این بازی موتورفیس عجب بازی بچه، خیلی بازی جذابیه و یه چیزی بگم که این بازی روی پلیستیشنه. من اومدم چپ کرد نگاه کن دیگه نزدم اینو من یک قبلا چیز کردم، یهو دیدم برم تو آفرود ضبطش کردم. خب بعد گفتم الان چه ویدیوی خوبیه برای ویدیو گرفتن برای کانال یوتیوب که دوباره هم باز کانال رو بندازیم و با هم باشیم، این با صورت خودتو با هم باشیم و این چند تا ویدیو بذاریم خوش بگذره. و خواستم بگم که این بازی روی پلیستیشن 5 هستش و اسمش دکرو موتورفسته. یه بازی خیلی جالبیه، مپ داره مثلا اینجور چیزا. حالا این فقط قسمت آفرودیشه میخوام بذارم، وگرنه توی مثلا قسمت بعد چیزاشو توضیح میدم براتون. فعلا الان تماشا کنیم، خیلی جذابه، یعنی کوها همه چی. اصلا یه چیزی بگم که نقشه 3 بعدیه، میزنی تو مپ نقشه 3 بعدی میشه. اینم ماشینم. یه آفرود برداشت که نداری خدا. فکر کنم یه پل اینجا دیدم من اینجا. آره همینه. بگو پرت نکنی خوب پای خودتو نکن. خدا رو شکر از اینجا میخواد پرت کنه. برو عقب. نه زار چه صاف فرود اومد. جنگل بگن کشیدی. درختی نبود که ما اینجا خراب نکنیم و یا هر سقوط حداقل 100 تا درخت رو میشکنیم جز این تیز بودن. اینو شکست شدیدی از این درخت های موتورفس خیلی خوشم. خب اینم هواپیما هم داره دیگه. با هواپیما میریم بالا که خودمون راحت تر شه از این آفرودی ها. اینجا میتونیم بریم آفرودی. زیادی اکشن شد. نه اونو باید تکراری شد آقا. چرا اومد اینجا؟ الو ایمیل کجاست؟ یعنی چی ها؟ فوتومود نه یعنی چی؟ آه این الان مناسب برای اینجا فکر کنم. خوبی کرد. خب حالا که زمان داریم یه چیزایی بگم که خیلی وقت کانال مثلا 1-2 سال بود، فکر کنم 1-2 سال 3-4 سالی بود که ویدیو نذاشته بودم توی یوتیوب و درگیر مدرسه و این چیزا هم بودم، این طرف و اون طرف. بعد گفتم این بازی جالب و تو تعطیلات تابستونی هم هستیم یه ویدیو بذارم دیگه. نمیذارم کانال راه بندازیم. این همون اتفاق قبلی افتاد براش. یکم اونجا هم اون بالا هم پول نوشته. یه ماشین جدید بردار، اون بر نداره. یه ماشین جدید. آفرین یا چرخ بالا شد. اینو بر نداره، اون موتوره رو بردار. فکر کنم تو راه چرخش بیفته. الو نمیشه. خب داشتم در مورد چی صحبت میکنم؟ یوتیوب. گفتم همین دیگه، همین بود. یوتیوب رو راه بندازیم و این بازی دکرو موتورفس هم روی پلیستیشن 5 هستش و گفتم خیلی بالا یه ویدیو بذارم دیگه. همین
و یکم در مورد بازی با هم صحبت کنیم که ایناش من یه کم این بازی رو رفته بود، کامل نکردم ولی یه کمش رو رفتم، این ویدیو یه کم رفتم که یه چیزی بگم که این بازی هم فقط ماشین نیستش، هم هواپیما داره، هم قایق داره، هم ماشین داره، هم موتور داره، همه چی داره و چپ میکنیم در این موقعیت. درختم میفته رو اون دیگه هیچی. مثلث میکنم من چیزی بریم میره بالا، خیلی سخت کنم. وای یکم چپ میکنه، اون میره چپ کرد، چپ بکن دیگه، چپ نکن بچم زار. یه چیزی بگم که واقعا ماشینا با این ضربه ها باید بترکه، ولی این انگار نه انگار مثلا یکم مثلا بدنش میره تو شیشش بکنه. البته این ماشین شیشه نداره. هواپیما سوار میشویم. برو بالا نخوری تو دارم. الو انگار نه یا بالا برو یا کنار دیگه. اینطوری اینجا آخه این چه کاریه؟ برو رکوب قشنگ سرعت کم کن بعد بذار اونو برنده. آها این گیر میده رو ماشین میره رو مخ منو. خیلی یکم دیگه هم صحبت کنیم که این بازی آفرودیش واقعا حال میده. من آفرودیشو همین الان تو این ویدیو دارم میرم، واقعا اصلا یه چیزی هم بگم که اتوال سنس دسته به شدت عالی استفاده کرده. مثلا وقتی میخوای ترمز بگیری ترمز سفته، یا مثلا گاز که نرمه به معمول و کلی مثلا میکوبونی به اونجا چیز میکنه دسته میلرزه واقعا. مثلا همینجا مثلا روی این چیزا هم رو میری واقعا خیلی خوبه، واسنس عالی در ته حد که یه خیلی بازی خوبیه. مپش خیلی بزرگه، تقریبا یه چیزی شبیه فورزا هورایزن 5 فقط روی پلی‌استیشن. دنده عقب بریم حالا من تو دنده عقب چپ نکرد و اینطور دیگه. فقط یه چیزی هم میگم که ترافیک واقعا جنگل چه کاریه؟ جنگل برو بالا. یه چیزی هم بگم که این هواپیماش خیلی میره بالا. اونجا این گوشه سمت چپ چیزو زده تعدادیم این چی بهش میگن ارتفاع رو زده. یه ماشین متفاوت برده حالم با هم البته هیچ کس با آستین کوتا نمیاد آفرودی ها. حواست باشه اینو گفتم تک چرخ هم میزنه. اگه بازی موتورفست رو گرفتیم و دیدیم جنگلش اصلا به خاک یکسان شده ببینیم که من این کارو کردم. ترکیدم درخت رو نکن. 10 ثانیه نکوبه بهش جایزه میده.
خودم این صبح شد دیگه، زیادی شب نبود. شب بری آفرود خیلی داستانه واقعا. چجوری دارون نمیشه درخت نمیخورم به این چوب درخت نمیخورم. هیچ عکس العملی بالاخره این نشکوند. باز بده نیترو بده نیترو بزن دیگه. بنده عقب رو منصرف شده. شانس آوردی این درخت رو نجات بده. آها این فکر کنم زیادی آفرود بود. این ماشین قبلی ها بود. نه چرا یه با خودتو دیگه هم بنداز پایین دیگه. قشنگ از ارتفاع برو پایین. بنداز اینجوری حال نمیده که. آبا اینجوری حال نمیده. خودتو بنداز. یا خودتو بنداز برو بالا. ارتفاع بگیر هواپیما کن برو بالا و از همونجا خودتو بچپ پایین. نیترو بزن. وایسای نیتروش برچه. نیترو چقدر دیر پر میشه. برچو اینجا نمیتونی نیترو بزن دیگه. نیترو هم نشد بی خیال شد آقا. هواپیما هوا چی گفتم؟ هواپیما اینجوری نمیشه. اینجوری همه جنگل داری داغون میکنی. نکن خوشحال نباش. جنگل که خراب شد آتیش گرفت. نکن. آها الان میندازه پایین. بنده دیگه. همش هم خوشحالی خیلی خوشحاله. مثل اینکه دوست داره خراب کنه. خوب بود. به نحو انسان انجام داره خراب کنه. و الان مطمئنم که میخوره بینید. مطمئن بودم دیدی؟ برو یکم بزرگتر برو. همش آفرودی که نمیشه. درسته این ویدیو آفرودیه. خب دیگه برو بزرگتر. آفرین برو بزرگتر. این ذرت های این یارو هم خراب نکنید. خیلی بدبخت چه کنم کرده. خودت باید بیاین بلونشو بکنی. من کاری ندارم. یه سال شوق زده آخرین. خب یکم برو بزرگراه برون دیگه. نکن عزیزم. درست نیست مدینا. درست نیست دیگه درست نیست. به زور گفتم هواپیما کرد بالاخره. اونقدر خره هواپیما. یکم برو بالا. زیادی برو بالا. اینجا یکم طول میکشه ولی فکر کنم میخواد تا 5000 متر اینا بره. اون وقت فکر کنم ترافی داد قبلا به من. چون اولین بار نیست دارم میرم بالا. حال میده. بعد یهو میری بالا ماشین میکنی. ماشین زار 5000 متری بالا. من دارم سیاره خورشید اصلا خیلی تاریکه. احساس کنم آبه اونجا. نه
فاصله عالی. برو بالا سریع، یه نیترو بزن سریع برسی دیگه. آفرین یا گفتم زن هفتونشون شده آقا. من وسط شهرم داره از اینجا میبینم سمپاشی میکنه. البته باید اونجا سمپاشی میکنه اینجا نه. من نفهمیدم آخر اینا چیه. دود میده بیرون عرفی. داره سرعتش کم میشه چرا؟ نه 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 نیترو بزن. نه نیترو بزن دود نده نیترو. همین گفتم مکس بابا. رسید بالا. الان 4000 متر شد چرا؟ همیشه 5000 متر. الان ماشین کن. الان تو باید ماشین کنی بیفتی زاد زنی. آفرین بنداز خودتو بابا دیگه. آها الان با صورت میفته زمین. نه چپه میفته زمین. چپم خوبه. نه اون کارو نکن. یه چیز عجیبی که من همیشه با دسته مثلا همینجوری خودمو ول میکردم تو هوا فرمونو میچرخوندم اون ماشین این طرف اون طرف میشد. مثلا تو هوا مگه داریم همچین چیزی؟ با عقب بیفتی زمین. نه موجودی بهتره. آخر میدونستم خوب نمیاد اون چرا خوب برو همینجوری بیا پایین همینجوری. آها نگاه کن از 4000 متر افتاد پایین. انگار نه انگار. خب دیگه وایسا من اینجا. خب دیگه وقت ویدیومون تموم شده. از همتون خداحافظی میکنم.